سلام علیکم دوستای نهایت عزیز. من به این ویدیو بر شما به طریقی یاد میتونم که چندین سفر موادشه به یک صفحه چاپ بکنید. گاهی وقتا شما به این مشکل مواجه میشین. دوستای نهایت عزیز، اینی چند صفحه هسته ولی ما میخوایم در یک صفحه باید چاپ شود. یک تقسیم اوقات است که ما ایره ساختیم. تقسیم اوقات درسی لیسه خصوصی است، مربوط به کدام استاد میشه و در قسمت شما قسمی که میبینین تایماش مشخص است و تقسیم اوقات یک هفته است. میره کوچک میکنم تا درست ایره مکمل دیده بتانین. خب دوستای نهایت عزیز، ببینین چندین سفر موادش ما چگونه در یک صفحه چاپ بکنیم. خب ایره بسیار ساده هست، برای شما آموزش میتونم. خب در قدم نخست چی کار میکنین شما؟ ایره خود دیدین چندین صفحه هست. خب ما میایم در منوی پیچ لیاوت. منوی پیچ لیاوت میایم و از این قسمت ما اسکلش کوچک میسازیم تا بتانیم در یک صفحه چاپش بسازیم. خب ما پیش از اینکه مکمل کوچک نساختیم و در یک صفحه جابجا نکردیم، ولی میریم یک بار در پرینت پریویو میبینیم پیش از اینکه چاپ شوه. ببینید در 4 صفحه در قسمت هم نشان میده 4 صفحه هست، ولی ما میخوایم میره در یک صفحه چاپ بسازم. بنان بیاین اسکلش از این کدم کوچکتر بسازیم. خب ما اسکلش دوستای نهایت عزیز، اسکل اینی چند صفحه ای که میخوایم در یک صفحه چاپ شود کوچکتر میسازیم تا جابجا شود در یک صفحه. ببینین ما هر قدر کوچکتر میسازم در یک صفحه جابجا میشه. ما تونستیم فعلا در یک صفحه را جابجا بسازیم. میره دالت اینی نشان میتونم برای شما پیچ لیاوت و ببینین در یک صفحه مکمل جابجا شده که ما میتونیم حالا یعنی چندین صفحه بود در یک صفحه چاپش بسازیم. بیاین در قسمت پرینت پریویو ببینین که واقعا میتونید در یک صفحه چاپش بسازیم. بله دوستای نهایت عزیز، در یک صفحه ما چندین صفحه را تانستیم جابجا بسازیم و حالا میخوایم میره چاپ بکنم. خب در این قسمت من تنظیمات پرینتر به تشریح نمیکنم، بنابراین فقط موضوع امروز ما چاپ چندین صفحه در یک صفحه است. اگر شما مشکل دارید دوستای نهایت عزیز بازم نفهمیدین کامنت بکنین. اگر آموزش های بعدی را به دلخواه شما اگر ترتیب بدم، بنا شما کامنت بکنین تا ما به شما انشالله طریقه مشکل شما که چگونه رفع میشه ما ویدیو میسازیم و انشالله حل خواهد شد. اینه دانستیم چندین سفر موادش در یک صفحه ما چاپ بکنیم. دوستای نهایت از طبق که برای شما ما وعده سپردم، اگر شما میخواین مو کارهای اداری را در کامپیوتر انجام بدین، شما بنان تعقیب بکنین کانال فقیرات تیکه کارآمد است برای شما. انشالله به درد شما میخوره. اگر ویدیو ما خوشتان آمده بس بنان لایک و کامنت و شیر از یادتان نره. علامه زنگوله را هم بفشارین و سابسکرایب علامه زنگوله تا از تمام ویدیوهای ما با خبر شوین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.